بزرگان میفرمایند هر زمانی که میخواستی طرف زن نامحرم نگاه کنی، یک لحظه فکر کن که الله از این زیباتر است. اون لحظه ای که وجوه یومئذ ناظرة الی ربها ناظره شود، اون لحظه ای که چشمان من و تو به دیدار الله بیفتد، میدانیم که الله از این زنها همه زیباتر است. یک لحظه همین را پیش خود نقل بگیرید. هر زمانی که چشم من و شما به یک زن نامحرم افتاد، میخواستیم نگاه کنیم که آیا زن زیبایی است، یک لحظه فکر کنیم که الله از این زیباتر است. رسول الله میفرمایند انسانی که چشم به نامحرم بدوزه از دیدار الله محروم هست. من کان یرجو لقاء الله، کسی که امیدوار لقای پروردگاره، کسی که دوست داره که این چشمانش به دیدار الله مشرف بشه، فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا، پس عمل کنه عمل صالح ولا یشرک بعبادت ربه احدا، به عبادت خود و به الله سبحانه و تعالی شریک قائل نشه. امروز در بین جامعه ما میدانیم حرکت دشمن، هدف دشمن، نیت دشمن اینه که خواهرها به کوچه و بازار بریزانه. امروز به حالتیه که سر دو قشر دشمن کار میکنه، قشر جوان و قشر زنها. میبینیم اکثر دفاتر خانمها رفت آمد کنه و بالاخره در کوچه و بازار سرلوچ و با دراشی و با اینها به خاطر چیه؟ تا اینکه جامعه به فساد کشنده شه. ولی من و تو دشمن را ناامید کنیم. اولا مردها با دیگر مردها امر معروف و نهی از منکر. هر کدام من و شما اینجا نشسته ایم نمایندگی از چند تا خواهر میکنیم. در اینجا تعداد زنها بیشتره یا مردها تعداد زنها بیشتره؟ چگونه تعداد زنها؟ به خاطر که نماینده زنها اینجا نشسته. من به عنوان نماینده فامیل نمایندگی از چند نفر میکنن؟ از خانم و مادر و بالاخره عمه و خاله و اگر دختر هم داشته باشم 4-5 دختر. هر کدام ما نمایندگی از چند زن میکنیم. زمانی که ما به خانه بریم اگر به وسیله ما 5 تا زن فامیل ساخته بشه و او 5 زن به عنوان داعی و دعوتگر با دیگر زنها روبرو بشه، جامعه ما و شما اصلاح میشه. باور به خدا کنید اگر این خواهرایی که یا دراشی کرده و یا بالاخره سرلوچ هستن، اگر با اونها بگی که اسم تو چیه، شاید بگه اسم من فاطمه هست. اگر بگی اسم تو چیه، شاید بگه اسم من عایشه هست. ولی خبر نداره که حجاب چیه. شاید نفهمه که سرلوچ کردن و بالاخره دراشی و با این وضعیت گناه هست. اینها را کی باید متوجه بسازه؟ وظیفه و مسئولیت من و شماست تا این که بر سر فامیل ها کار بکنیم و فامیل ها بر سر دیگر فامیل ها، تا این که ما وضعیت ما و مملکت ما یک جامعه اسلامی و جامعه قرآنی بشود.